سلام میگم خدمت شما عزیزان. امیدوارم که مشکلی که پیش اومده بود حل شده باشه. من لایو رو دوباره شروع کردم. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. سلام میگم به تک تکتون. متاسفانه من امروز اصلا ندارم کسی رو. نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. سلام میگم به تک تکتون، ولی متاسفانه من هیچ کامنتی ندارم. با اینکه لایو رو قطع کردم و شروع کردم، متاسفم امروز این اتفاق برای اینستاگرام افتاده. با اینکه آپدیت بوده نمیدونم چی شده، ولی هرچند که من اینجا شما رو ندارم توی کامنت ها، ولی امیدوارم که بتونیم وقت خوبی داشته باشیم و مشکل خاصی پیش نیاد. برای لایومون من منتظرم که دکتر مهرنوش رو داشته باشم و بتونم متاسفانه من هیچ کس رو توی لایو خودم ندارم. سلام، حال شما؟ مرسی، شما خوب هستی؟ خدا رو شکر خوبم، ولی امروز مثل که یه مشکلی داریم. با اینکه خیلی مشتاق بودم که خب کامنت ها خیلی خوبه، کامنت ها میادش، افراد با همون در ارتباط هستن و با ما مشارکت دارن، تو بخصوص برای این برنامه‌ای که داریم فکر میکنم خیلی کمک میکرد. ولی متاسفانه که من 3 بار لایو قطع کردم، دوباره شروع کردم، ولی کامنت ها رو ندارم، هیچ فردی رو ندارم توی لایو درست. و نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اینستاگرام هندفیه شاید داره خودش یه باگ خودش باشه که من دارم کامنت ها رو. آره، برای شما نیست. من اگه اجازه بدی سلام بکنم به عزیزانی که در لایو هستن و عزیزانی که آینده این برنامه رو مشاهده خواهند کرد. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم. مسئول جان، کامنت ها با شما شاید ترابیسی اینستاگرام تو خیلی لیمیت کردی. نه اصلا چون هیچ تأخیر نکرده، ولی نمیدونم چرا ندارمش. من فکر کردم که مشکل شاید با بستن و باز کردن لایو درست بشه، ولی نشد متاسفم. ولی خب اینو داریم دیگه، این بعضی وقتا اینستاگرام این اتفاقا میفته و 20 بارم لایو به شما، ببینیم به کجا میرسیم. چه جالب، من حالا کامنت ها رو نگاه نکرده بودم. مرسی، شاید عزیزان لطف دارن. خیلی البته یه خوشحال کاری هست. میتونم بکنم، بزنیم از یه موبایل دیگه شاید بتونم کامنت ها رو داشته اوکی. باشم اگه شما دارید امکانش هست. فکر می‌کنم عزیزان هم دارن، چون با هم احوال پرسی میکنن و پاسخ من رو میدن. مرسی عزیزان، من هم خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. خیلی لطف و محبت داریم. اجازه بده من لایوم رو باز کنم ببینم. امروز پس من همه حواسم باید به کامنت ها باشه. امیدوارم که این مشکل من از همه عذرخواهی میکنم. ببینم که میتونم از یه موبایل دیگه کامنتار داشت. اوکی، من توی با صفحه خودم کامنتار دارم ولی صفحه مشاوری ندارم. اوکی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب شروع کنیم چیکار کنیم؟ امروز یادم هستش که خیلی شما این تاکید کردین عزیزانی که میخوان امروز تو لایو باشن،
لایو های گذشته رو یه سر بزنن یا نگاهی بکنن، چون که همیشه لایو هایی که با شما داریم سری میره و هر کدومش به قبلی ربط داره و به خصوص در مورد اینکه ما سیستم کار مغز رو با هم دیگه بررسی کردیم و بعدش اومدیم مرحله بعدی. و حالا امروز خیلی جالبه که می‌خوایم به یادگیری حافظه. ما خیلی وقتا به این برمیخوریم با عزیزانی که تو یه عزیزی به من پیام داده بود که من چون مادرشون رو از دست دادن و خیلی تو شرط سختی هستن حدود 1 سال، خیلی براشون بودش که من وقتی بهش کتاب یا میخواد بره یه چیزی رو بخونه یا امور روزمره رو نمیتونه تو حافظش نگه داره و هیچی یادش نمیمونه. و اتفاقا گفتم امروز خیلی میتونه این بهت کمک کنه لایو امروز که ببینه که چجوری این اتفاقات که افتاده رو مغز اثر گذاشته روی نورونا و یا تاثیراتی که روی مغز گذاشته این تروما و حالا چطور میتونه با ذهن آگاهی، با همونطور که گفتین خیلی دوستم یه بار دیگه تاکید کنیم ذهن آگاهی یعنی چی، که چطور میتونیم با تمریناش و زندگی در حال بتونیم از اثراتی که این تروماها، آسیب‌ها یا اتفاقا روی مغز ما گذاشتن بتونیم از اثراتش کم کنیم و برگردیم به زندگی نو. چون نمیتونیم اون خانواده رو برگردیم که از دست دادیم، اتفاقا رو برگردیم، ولی باید زندگی کنیم در این حال. من میسپارم به شما. خب توی جلسه عزیزان کنار هم هستیم که دوباره به موضوع جذاب روانشناسی و علوم اعصاب یعنی ذهن آگاهی همونطور که معصومه جان گفت بپردازیم. بله من به عزیزان تاکید کردم که یعنی خواهش کردم که حتما برنامه قسمت قبل رو مشاهده کنن، به این دلیل که ما داریم خیلی به جزئیات میپردازیم. شاید در قسمت‌های اول اومدیم ساختار مغز رو به صورت کلی بیان کردیم، ولی امروز به طور خاص میخوایم به قسمت حافظه و یادگیری بپردازیم. پس کار ما امروز این هست که هم حافظه رو یک توضیحی خواهیم داد، هم ذهن آگاهی رو توضیح خواهیم داد و بیان خواهیم کرد که چطور به وسیله تکنیک های ذهن آگاهی میتونیم حافظه بهتری داشته باشیم که به یادگیریمون کمک خواهد کرد. من سعی میکنم امروز خیلی تکنیکی تر و عملی تر توضیح بدم و کمی آرامتر تا اشخاص عزیزان بتونن همزمان که من توضیح میدم بتونم تکنیک رو با خودشونم انجام بدم و برای خودشونم پیاده بکنم. ما خیلی در دنیایی هستیم که پر از اطلاعات و حواس پرتیه و مهارت تمرکز که همون حضور در لحظه هست چیزیه که ما همه دنبالشیم. امروز میخوام دوباره برگردم به این که ذهن آگاهی دقیقاً چیه، چطوری روی مغز تاثیر میذاره. من نمیدونم عزیزان که از هفته‌های پیش با ما بودن آیا تونستن تمرین‌های ذهن آگاهی رو انجام بدن، چقدر موفق بودن، آیا در طول روز تونستن تمرکزشون روی کارهایی که میخوام باشه یا نه. یه تعریف ساده‌ای داره ذهن آگاهی. ذهن آگاهی توجه آگاهانه است به لحظه حال. من ذهن آگاهی رو از دیدگاه شناختی بیانش میکنم. یعنی به جای اینکه گفتیم در گذشته یا آینده غرق باشیم، بیایم روی همین حالا، چیزی که داره الان اتفاق میفته تمرکز کنیم. میخوام این تعریف رو با یک مثال ساده توضیح بدم. یه تمرینی داریم که به نظر من بسیار زیبا هست. من به اون میگم تمرین 1 2 3 4 5. معصومه جان اگر شما آماده هستی تمرین رو با شما انجام بدیم و هر یک از عزیزان میتونن الان این تمرین رو با خودشون انجام بدن، چون همه ما در این فضا هستیم یا عزیزانی که دارن لایو تماشا میکنن هم میتونن انجام بدن. آماده همکاری با من هستی معصومه جان؟ سوالای سخت شد. باید در آگاهی و در لحظه زندگی کنیم که بتونم سعی میکنم سوال رو راحت توضیح بدم. میخوام 5 چیزی که همین الان میبینی رو نام ببری. صفحه مقابل خودم و پنجره اتاقم و قفسه کتابم و لپتاپم که روبرومه، درسته؟ موبایلی که توی دستمه، بعد کامنت رو ببینم. مرسی.
حالا میخوام 4 صدایی که میشنوی رو تشخیص بدی. صدایی که دارم از صفحه موبایلم میشنوم، تیک تیک راه رفتن دخترمون توی قفسش، درسته؟ صدای آرومش سوختن شمعه، امیرم داره تو اتاقش راه میشه. درسته. 3 چیزی که میتونی همین الان لمس کنی رو احساس کن. لمس میتونم دستامو، درسته؟ لباسی که دارم و درسته؟ کتابامو. مرسی. 2 بویی که میتونی همین الان حس کنی رو احساس کن. بوی گل لیلی خیلی میاد. بعد یه بوی دیگه هم بوی شامیه که درست کردم برای شما. واو، هنوز بوش میاد. چه عالی، چه عالی. یه طعمی رو که الان تو در حال حاضر احساس میکنی رو میتونی برای ما بیان کنی. هنوز طعم خمیر دندون. مرسی. ببینید عزیزان، مرسی از همکاری منصور جان. این تمرین ذهنی شاید خیلی ساده باشه ولی به ما کمک میکنه از اون افکار پراکنده‌مون دور بشیم و دقیقاً به لحظه حالمون تمرکز بکنیم. هممون میتونیم تکنیک ها رو در هر زمانی، در هر جایی، حتی بدونی که ابزاری داشته باشیم انجام بدیم. پس یک فرد باید آگاهی کامل داشته باشه از افکارش، از احساسش، از حواس خودش. اما اجازه نده که این افکار و احساسات اونو کنترل بکنن. و برای همین هست که امروزه ذهن آگاهی در روانشناسی و علوم اعصاب واقعا جایگاه ویژه‌ای داره و کمک کننده هست، چون یه سری فواید براش مطرح شده. باعث کاهش استرس و اضطراب میشه، باعث افزایش تمرکز و توجه میشه، باعث تقویت حافظه و یادگیری میشه، باعث بهبود کیفیت خواب و سلامت روان میشه. حالا ببینیم ذهن آگاهی چطوری مغز رو تغییر میده. خیلی زیباست. تحقیقات نشون داده که تمرین‌های منظم ذهن آگاهی ساختار و عملکرد مغز رو تغییر میدن. مهمترین بخش‌هایی که تحت تأثیر قرار میگیره اولین قشر پیشانی مغز هست که ما بیان کردیم در جلسات گذشته که افزایش تمرکزمون، کنترل‌های شناختیمون مربوط به این قسمته. هیپوکامپمون هست که بیان کردیم که تقویت حافظه و یادگیری مربوط به این قسمت میشه. آمیگدالا هست، میاد چی کار میکنه؟ واکنش های استرس و اضطراب رو کاهش میده. تحقیقات نشون داده و حتی من خودم که انجام دادم 8 هفته تمرین ذهن آگاهی باعث رشد سلول های عصبی در هیپوکامپ میشه. ببین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که دقیقاً مستقیم با حافظه مرتبطه. پس الان میفهمیم برعکس اون چرا وقتی استرس داریم حافظه‌مون ضعیف‌تر میشه. ذهن آگاهی به من کمک کنه که این اثر رو کاهش بدم. پس ذهن آگاهی تأثیر مستقیم روی مغز داره. حالا میخوام دقیق تر به این تغییر نگاه بکنم. میخوام ذهن آگاهی رو با حافظه برای اینکه مقایسه کنم اول بگم حافظه چطور کار میکنه. حافظه یک فرایند چند مرحله‌ای هست. شامل رمزگذاری، شامل ذخیره سازی، شامل بازیابی. اولین قسمت رمزگذاری هست که همون مرحله ورود اطلاعاته. مثلا من یه چیزی رو میبینم، یه چیزی رو میشنوم، اطلاعات میاد وارد مغزم میشه که من میگم حافظه حسی دارم با تمام حواسم که به طور خاص یکی از حسا رو بررسی میکنم حافظه‌شو. یک عامل کلیدی وجود داره در این قسمت، در قسمت حافظه حسی، تمرکز و توجه هست. اگه موقعی که من اطلاعات دارم دریافت میکنم حواسم پرت باشه
مغز من نمیتونه به خوبی اونو تثبیت بکنه. مثلا ببینید بارها شاید اتفاق افتاده واسمون، یکی اسمشو به ما میگه، بعدا که توی سالن داریم راه میریم، یعنی میخوام صداش بزنیم فراموش کردیم اسمش چی بوده. چرا؟ چون اون لحظه که ایشون داشته نامشو میگفته به ما حواسمون جای دیگه ای بوده و نامشو نتونستیم درست پردازش بکنیم و زنش فراموش شده. عامل قسمت دوم حافظه مرحله بعد ذخیره سازیه، یعنی چجوری اطلاعات توی حافظمون نگهداری میشه. اطلاعات وارد حافظه کوتاه مدت میشه، اگر تکرار بشه با حافظه بلند مدت انتقال پیدا میکنه. پس الان که فکر کنیم عامل کلیدی که در حافظه قسمت کوتاه مدت و ذخیره سازی وجود داره تمرین و تثبیته. چجوری؟ خواب کافی، این که من اطلاعاتمو مرور بکنم، این که من استرس نداشته باشم. همیشه دیدیم بچه‌هایی که درس میخونن مطالب رو تکرار میکنن حافظه‌شون این که مطالب بمونه خیلی بهتره. برام یک اصطلاح بعدی یادتونه تو مدرسه استفاده میکردن. قسمت بازیابی رو داریم، به یاد آوردن اطلاعاته. اگه اطلاعات تو حافظه ذخیره بشن اما نتونیم بازیابیش بکنیم، مثل این که اصلا ما چیزی یاد نگرفتیم. عامل کلیدی اون نشانه های ذهنیه. مثلا محیط تاثیر داره، احساسات من در اون لحظه تاثیر داره، تمرکز من روی بازیابی من تاثیر میذاره. شاید بارها برامون پیش اومده وقتی که یک بوی خاصی به مشاممون میرسه یا یک آهنگی رو گوش میدیم، یه خاطره قدیمی برای ما تداعی میشه. پس حس هامون خیلی مهم هستن. اما چه عواملی باعث میشه که ما فراموش کنیم چیزی رو؟ اولی اون استرس و اضطرابه. استرس زیاد باعث میشه هورمون کورتیزول ترشح بشه. هورمون کورتیزول به هیپوکامپ آسیب میزنه. مگر کار اون پردازش اطلاعات نبود؟ چون به هیپوکامپ آسیب میزنه حافظه رو ضعیف میکنه. مثلا اگه موقع امتحان خیلی استرس داشته باشیم، خیلی وقتا مطلبی که یاد گرفتیم کلا فراموش میکنیم. و عامل بعدی حواس پرتی و کمبود تمرکزه. اگه موقع یادگیری توجه کافی نداشته باشیم، اطلاعات به درستی ثبت نمیشه توی مغز. فرض کنید فکر کنم الان توی این جامعه متاسفانه داره این اتفاق میفته. من میخوام درس بخونم، میگم بذار موبایلمو چک کنم، صدای پیامش اومد. اوکی، موبایلمو چک میکنم، برمیگردم میام به کارم میرسم، یه دفعه میبینم یه صدای ایمیلمو میخونم، میگم حالا بذار یک اینستاگرامم نگاه بکنم، یه دفعه شروع میکنم به خوندن. ببینید تمام این عامل‌های حواس پرتی باعث میشه که اون اطلاعات به درستی توی مغز تثبیت نشه. مثلا یکی دیگه از عامل‌ها و احتمال فراموشی بیشتر میشه. کمبود خواب بسیار تاثیر داره عزیزان. خواب نقش مهمی توی تثبیت حافظه داره. شما فکر نکنید شما فقط خوابیدید. بدن خیلی زیبا عمل میکنه، در حین خواب خودشو بازسازی میکنه، خودشو ترمیم میکنه. گوشی اپل رو اصلا کلا از روی خواب ما ساختن. شما وقتی گوشی اپلتون رو خاموش میکنی، اینطوری نیست که گوشی اپل شاتدان شده و دیگه هیچ فعالیتی نمیکنه. اون داره خودش بازسازی میکنه، برنامه‌هایی که نیمه شما دانلود کردین رو داره حذف میکنه. اگر برنامه‌ای مثلا اسپم باشه اونو پاک میکنه. خواب ما هم دقیقا همین کار رو انجام میده برای ما. اگر خواب کافی نداشته باشید، اطلاعات به خوبی تو مغزتون پردازش و ذخیره نمیشه. مثلا بچه هامون که شب قبل امتحان خوب نمیخوابن، ممکنه صبح با اینکه بچه درس خونی باشه صبح نتونه مطلب رو به یاد بیاره و این بسیار سخت هست.
عامل بعدی که مطمئنا در این گروه وجود نداره و نیست، افزایش سن و تغییرات مغزی هست و اینکه با افزایش سن عملکرد هیپوکامپ متاسفانه کاهش پیدا میکنه که میتونه منجر به فراموشی بشه. افراد مسن گاهی نام‌ها رو فراموش میکنن، اما خاطرات قدیمی رو خوب یادشونه. حالا سوال اینه چرا این اتفاق میفته؟ خب یعنی من که دارم سنم میره بالا، یعنی دارم به این سمت میرم که دیگه مطالب‌ها رو فراموش بکنم، یعنی باید اینو بپذیرم. باید خوشبختانه این پاسخ رو بدیم که امروزه تکنیک ها و راه حل هایی وجود داره که حتی شما در سنین بالا بتونید حافظت رو تقویت کنید که حتما به اونها میپردازن. و این چرا گفتیم در افراد مسن این اتفاق میفته؟ چون ساختار مغز تغییر میکنه، نحوه پردازش اطلاعات متاسفانه در حافظه تغییر میکنه. حالا توضیح میدم چرا. بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت وجود داره. چون گفتم فرد مسن نامو فراموش میکنه ولی اینقدر خاطرات قدیمیشو قشنگ تعریف میکنه انگار همین امروز اتفاق افتاده. برای یادآوری اطلاعات جدید مثل نام، آدرس، خب شما نیازی به تغییرات نداری توی مغز، یعنی چون اونو حس رو میگیری بیانش میکنی. اوکی؟ تغییر میکنه در بخش هیپوکامپ. ولی در فرد مسن چون نمیتونه اون کلمه‌ای که میگیره رو پردازش بکنه، دیگه هیپوکامپ اونو نمیبره به قسمت حافظه بلند مدت برسونه. پس در نتیجه اون خاطرات قدیمیشو همیشه داره، اونها کمتر تحت تاثیر قرار میگیرن و خیلی بهتر براشون به یاد میاد چون تثبیت شدن. ولی تغییرات مغز در امروز فرد سن بالا دیگه اونو تثبیت نمیکنه که بخواد مثلا 2 سال بعد اونو به یاد بیاره. برای همین معمولا نمیتونن، حافظه‌های کوتاه مدتشون خیلی ضعیف میشه که باز هم میگم چطوری میتونیم اینو تقویتش بکنیم. تغییراتی که گفتیم در هیپوکامپ و قشر پیشانی به وجود میاد. هیپوکامپ بخش اصلی مغز هست، یادآوری اطلاعات جدید. تو پیری فعالیتش کم میشه، اما بخش دیگه مغز که ذخیره و بازیابی رو خاطرات بلند مدت رو انجام میده تحت تاثیر قرار نمیگیره. بر همین اتفاق میفته. و یک عامل مهم فکر کنم ناصر جان هممون این تجربه رو داریم، اون احساسات و اون حس قشنگی که افراد مسن خاطره رو برای ما تعریف میکنن. ببینید فرد با خاطرش همزاد پنداری میکنه، اینقدر احساس قوی نسبت به اون خاطره داره و اینقدر اونو زیبا در حافظه بلند مدت با یک کد احساسی قشنگ تثبیت کرده، خیلی راحت میتونه بعد اونو به یاد بیاره. یک عامل دیگه که به وجود میاد، مشکل در افراد سن بالا، مشکل در یادآوری اطلاعات جدید ممکنه باشه. ممکنه فرد تثبیت میکنه، نمیتواند اونو به یاد بیاره و این ممکنه به دلیل ضعیف شدن در فرایند جستجو و بازیابی اطلاعات باشه که کدش رو بتونه پیدا بکنه. ما برای همه اینها تست داریم عزیزا، یعنی ما تست میگیریم که ببینیم کدوم قسمت حافظه مشکل، چون ما اینو در بچه‌ها هم میتونیم داشته باشیم. حالا غیر از اینکه حافظه به مرور براش این اتفاق میفته، با توجه به همون ضعف حافظه ما سعی میکنیم حافظه رو ورزش بدیم، حافظه رو تقویت بکنیم. بله. عامل بعدی کاهش توجه و تمرکزه. خب با افزایش سن ممکنه توجه و تمرکز ما کم بشه. وقتی که فرد کمتر به چیزی توجه بکنه، احتمال اینکه اون رو به حافظه بلند مدتش انتقال بده خیلی کمه. و وقتی بعد با خودم داشتم میگفتم مینوشتم، گفتم خیلی وقتا الان ما فقط در افراد مسن اینو نداریم. متاسفانه این حواس پرتی رو ممکن در تمام سنین این اتفاق بیفته. افراد
افراد مسن به دلیل تغییری که تو ساختار مغز و کاهش توانایی حافظه کوتاه مدت براشون به وجود میاد، نام‌ها اطلاعات رو فراموش میکنن. اما خاطرات قدیمی چون بار عاطفی قوی داره، تو حافظه بلند مدت بهتر تثبیت میشه و راحت تر بیان میشه. خب حالا یه سوال گفتم، آیا قرار دیگه تو پیری اصلا چیزی رو نتونیم به حافظه‌مون بسپاریم؟ نتونیم چیزی رو به یاد بیاریم؟ خوشبختانه برای حفظ حافظه در پیری یه سری راه‌ها وجود داره که میتونیم از قدرت مغز بهترین استفاده رو بکنیم و حتی میتونیم تو سنین بالا حافظه رو تقویت بکنیم. اولین عامل که از ذهن آگاهی میخوام استفاده کنم برای این کار، تمرینات تنفسی هست و آگاهی از بدن. شاید عزیزان کلمات خیلی آسون باشن، ولی بسیار تاثیرگذار تنفس عمیق، آگاهی از بدن به کاهش استرس کمک میکنه که خودش یک عامل بزرگ هست در بهبود حافظه. وقتی شما بر بدنتون تمرکز میکنید، بر جسمتون عذرخواهی میکنم، بر تنفستون تمرکز میکنید، دیگه افکارتون پراکنده نیست و اجازه نمیدین چیزی مانع ذخیره و یا بازیابی اطلاعات بشه. پس عامل مطالب تثبیت میشه، اون عامل حواس پرتی، اون عاملی که ممکنه شما فراموش کنید، تمرکز نداشته باشین رو از بین میبره. معمولا تمرین پیشنهادی که من دارم همیشه، میتونید تکنیک ها رو با توجه به راحتی خودتون بذارید. مثلا میتونید از تکنیک تنفس 666 استفاده کنید، از تکنیک تمرکز 468 استفاده کنید، از تکنیک تمرکز 678 استفاده کنید. به این صورت که یادتون باشه زمانی که تنفس انجام میدین، تنفس باید حالتون رو بهتر کنه. خیلی از عزیزان از قفسه سینه تنفس میکنن، در حالی که تنفس باید از قسمت شکم باشه. شما باید انبساط شکم رو ببینید. اگر اشتباه تنفس عمیق داشته باشید، ممکن سرتون گیج بره، ممکن حالتون بد بشه. پس خیلی مهم است از کجا دارین تنفس رو انجام میدین. ببینین هر کدومش راحت تر هستین. 6 تا دم رو انجام بدین، 6 ثانیه نگه دارین، 6 ثانیه باز دم رو انجام بدین. ولی خیلی مهم هست که از این قسمت قفسه سینه انجام ندین، چون حال تنوع بهتون دست میده، سرگیجه میگیرین. من خیلی از عزیزان رو دیده بودم وقتی تنفس انجام میدادن میگفتن ما سرمون گیج میره. برای همین سعی کردم که این نکته رو بگم. عامل بعدی که میتونه مانع بشه، مانع فراموشی، تمرکز بر حال هست. ذهن آگاهی به ما گفت یاد میده تا توجهمون به زمان حال باشه. خب حالا من زمان حال دارم تمرکز میکنم دیگه، خب این چیزی که الان دارم و میسپارم به حافظه بلند مدت، نمیذارم پرت شه، نمیذارم یک ناخالصی فکری واردش بشه. خب پس میتونه به من کمک بکنه تا مطالب کامل تر به ذهنم بسپارم. تمرینی که میتونید انجام بدین و فکر کنم قسمت نوشیدن چای رو هفته پیش گفتم که وقتی چای می‌نوشیم، وقتی که غذا میپزین فقط تمرکزتون غذا پختن باشه. وقتی غذا میخورید که پر اشتهای بی اشتهای عصبی رو هفته پیش گفتیم، تمرکزتون غذا خوردن باشه. اینطوری نباشه که من غذا میخورم، دارد تمرکزم برای کار بعدیم، کار قبلیم هست، یا افکاری که چرا این اتفاق افتاد، چرا این شد، چرا اصلا من میگم خب غذا خوردم، خب چه ربطی داره؟ ما محصول عادت هامون هستیم. این کابل‌های عصبی که توی مغز ساخته شده و اصلا فایده دیگه نداره. من کابل‌های عصبی عادت ساختم که میخوام اون عادت رو ترکش بکنم. من کابل عصبیمو هر روز تقویتش کردم، حالا میخوام اونو بکنم. حالا میخوام یه کابل عصبی خوب بسازم دیگه، کابل عصبی که من در زمان حال زندگی کنم. خب
چه غذا خوردن، با غذا خوردن تمرکز بر حال شروع بکنم، چه با غذا خوردن تمرکز بر حال شروع کنم، چه ورزش کردن، چه پیاده روی کردن، من اون کابل رو میسازم. پس حالا میتونم چیزهای مهمتر بهش بدم. میتونم انضباط شخصی داشته باشم، میتونم انضباط روحانی داشته باشم، میتونم تو زندگی منظم باشم. ببین چون کابلش رو ساختم. ما میگیم از فعالیتی مثل غذا خوردن یا مثلا ورزش کردن چیزهای کوچیک شروع بکنی تا اون سیستم کابل ساخته بشه. مهم این هست. برای همین تمرین ها و تکنیک هایی که میگیم مربوط به زندگی روزمره هست. تمرینی که برای توجه، عامل بعدی توجه و تمرکز رو بگم. توجه و تمرکز بسیار مهم هست برای تقویت حافظه. حتی ما به عنوان معلم وقتی سر کلاس هستیم متوجه میشیم کدوم بچه توجه و تمرکزش در سر کلاس نیستش. و یا حتی تو کارمون میبینیم مثلا یه ایمیل نوشتیم، شاید 30 بار داریم اون ایمیل رو چک میکنیم که ایمیل درسته یا نه، خاطر توجه و تمرکز نداریم، بینش داریم کار دیگه انجام میدیم. باز هم برای اینکه این کار رو تقویت کنیم در خودمون میتونیم یه جا بشینیم، روی مثلا نفسمون تمرکز کنیم، هیچ ابزاری گفتیم دستمون نگیریم. اگر حواسم پرت شد به خودم یه تلنگر بزنم، برگرد، حواست داره میره به فلان فکر، استاپ بدیم. یادمون باشه مغز نمیتونه همزمان به 2 تا چیز فکر کنه. مغز یکی فکر میکنه، اینو فکر میکنه میذاره کنار، شاید خیلی سریع این کار انجام میشه ولی یکی فکر میکنه. برای همین میگیم که خیلی‌ها میگن جملات تاکیدی مثبت خوبه یا بده. بله خوب هست. چرا؟ چون اجازه نمیده وقتی شما جمله تاکیدی مثبت رو میگین دیگه به منفی فکر کنید. شما نمیتونید همزمان به مثبت و منفی با هم فکر کنید. من امروز چقدر حالم عالیه. خب نشد، نمیشه دیگه. پس یا بعد بگم حالم عالیه، استاپ، مغز تثبیتش بکن، یا بگم امروز حالم بده. نمیتونه همزمان فکر کنه. برای همین جملات مثبت میتونه تاثیرگذار باشه. بذاریم این کابل عصبی خوبش رو بسازه. خب پس هر زمان حواستون پرت شد برگردین. عامل بعدی که میتونه از فراموشی جلوگیری بکنه تکرار و تجدید نظر در اطلاعات. وقتی چیزی رو یاد میگیریم خیلی خوبه مرور بکنیم تا اونو به خاطر بیاریم. این هم تکنیک داره، یعنی واقعا براش یه ورکشاپ لازمه که چه تایم هایی مرور کنیم، چقدر مرور بکنیم، در چه بازه های زمانی. آیا مرور رو فقط با چشممون مرور بکنیم یا از حافظمون مرور کنیم؟ که اگر روزی فرصت شد یه ورکشاپ حضوری بذاریم که همه این تکنیک ها رو انجام بدن و بسیار تاثیرگذار هستش. مثلا ببینید پیشنهاد من اینه که عزیزان با خودشون برای اینکه حالا در حالت کوتاه این کار رو انجام بدن، فرض کنین که 3 نفر رو در نظر بگیریم برای خودتون که جدید با اونا آشنا شدید. اوکی؟ فرض کنیم مثلا من با X و Y و Z آشنا شدم. امروز آشنا شدم، اسمشون توی ذهنمه دیگه. اوکی؟ اگر اینها رو نبینم و تکرار نکنم من اسمشون رو یادم. مگر با خودم مرور کنم. حالا وقتی میخوام مثلا اسم نصرن رو فرضاً مرور بکنم، میگم اوکی اون روز نصرن رو دیدم، با نصرن احوال پرسی کردم. ببین یه کد دیگه بهش دادم که اون کد قوی تر باشه که وقتی میخوام اسم نصرن رو یادم بیاد نصرن رو بهتر یادم بیاد. اوکی اون هم خانومیه که اون روز با هم صحبت کردیم. اگر دقت کرده باشین برای یادگیری زبانم همیشه میگن شما لغت ها رو حفظ کنی فراموش میکنی. میگن لغت رو در قالب جمله حفظ کن، لغت رو در ارتباط با یک کلمه دیگه حفظ کن تا لغت فراموش نشه. این به خاطر همون باز یادآوریه که خیلی راحت تر انجام بشه. فکر کنم خانم لادن نوشته بودن آیا تغذیه تاثیر داره؟ بله، اگرچه ذهن آگاهی به تنهایی واقعا کافی نیست، در کنارش خواب مناسب که گفتیم داره چه اتفاقی میفته در خواب مناسب، تغذیه سالم بسیار اثر مثبتی داره.
باعث میشه که عملکرد پردازش و ذخیره اطلاعات بهتر بشه. اتفاقا آرامش قبل از خواب بسیار مهمه. قبل از خواب برای اینکه آرامش داشته باشید شما میتونید از تکنیک های ذهن آگاهی قبل از خواب استفاده کنید. تکنیک هایی داریم که مخصوص قبل از خوابه، مثل مدیتیشن کردن. منظور از مدیتیشن، از کلماتش نترسید، منظور از مدیتیشن اینه که شما در یک جا آرام بنشینید و به فکرهای خودتون و به درون خودتون توجه کنید و افکارتون رو قضاوت نکنید. این یعنی کلمات اصلی مدیتیشن. مراقبه یعنی این. اگر چیزی الان در دنیا میشنوید که تغییرش داده، اصلا این نیست. بیاندیشید. اندیشیدن بسیار چیز مهمی هست. تا در آرامش قرار بگیرید، اینقدر اینو با خودتون در سکوت داشته باشید که حسی نداشته باشید به افکارتون. افکارتون رو پذیرفتید. یه سوال میپرسم معصومه جان، آیا شما دغدغه اینو داری که فردا مثلا صبح خورشید میاد تو آسمون یا نه؟ نه. تو پذیرفتی فردا صبح خورشید میاد تو آسمون، دغدغه‌شو دیگه نداریم، پس دیگه فکر نمی‌کنی. شما چیزهایی که بپذیرین دیگه درگیری ذهنی نمیشن. خب الان خیلی از اون سوالی، ولی الان یه چیزی که الان داریم میگین این سوال رو شاید مطرح بکنه. ما خیلی وقتا اتفاقا قبل خواب یه عالم افکار هجوم میاره و ما میخوایم اونا رو بذاریمشون کنار، ولی اونا نمیرن و هی ادامه پیدا میکنن و ما ممکنه تمام شب رو نخوابیم. ولی این که شما دارین میگین اینه که بپذیرم این افکار هستن، چه منفی چه مثبت، چه دارن آزاده، هر چیزی بپذیریمش. وقتی میپذیریمش اون آرامش میاد. نه ببینید خواب، تکنیک آرامش ذهن آگاهی قبل از خواب، من یه سوال میپرسم، شما چه به افکار خوبت یا افکاری که داره نشخوار میشه فکر کنی چه نکنی، ساعت 12 شب به 6 صبح خواهد رسید. درسته؟ و خواب جزء عواملی هست که باعث میشه شما بهتر پردازش کنی، بهتر بتونی تمرکز بکنی، شما فرداش قرار انتخاب کنی و تصمیم بگیری. حالا اگه خواب بدی داشته باشی، تمام افکارتو با خودت کشوندی تو خوابت، پس شما شدی احساست دیگه. قسمت منطق واکنشات ریاکشنی شده دیگه، چون هرچی مغز ساخته شما گفتی بله، ذهن ساخته، یه فرشی پهن بوده تو ذهن، شما هم هی داری بهش تغذیه میدی دیگه، اون بر شما تسلط پیدا کرده. حالا فردا صبح شما بر اساس اون خوابی که داشتی، یعنی بیخوابی که داشتی و اون تصمیم ها، میخوای یه تصمیم بگیری. به نظر شما چه تصمیمی خواهی گرفت؟ بر اساس اتفاقهای گذشته داری تصمیم میگیری دیگه. پس اجازه بدین اون خواب سالم یه پردازش بشه برای مغزتون، یه استاپی بشه، خیلی بهتر بهتون کمک میکنه. برای همین خیلی وقتا گذر زمان به مشکلات ما کمک میکنه. همه اینو با اینکه ما انتخاب و تصمیم گیری در گذر زمان احساسات ماست که فروکش کرده، می‌بینیم مسئله همونه. پس به ما کمک میکنه، چون خواب جزء الزامات زندگی هست، به ما کمک میکنه تا مغز پردازش بهتری داشته باشه، برای روز بعدمون ما رفرش بشه. فکر کنم خلاصش اینجوری میشه که من موقعی که اینا همشون میان بهشون بگم که من الان وقت خوابمه، نگام آره قبول دارم که تو مثلا نگران این موضوع هستی، قبول دارم که این اتفاق قراره بیفته، قراره فردا این اتفاق، اینا رو میپذیرم و بعد بهش میگم الان باید بریم بخوابیم و بعد میریم میخوابیم و صبح با خواب کافی که داشتیم میتونیم تصمیم درست بگیم، بهشون برسیم. چون توی اون موقع که نمیتونیم کاری انجام بدیم. فکر کنم این مدیتیشن یا ذهن آگاهی تقریبا اینجوری کمک کنه. فکر کنم این موضوع رو یه بار مطرح کردم که مراجعان خانوممون معمولاً همیشه معترض هستن که چرا وقتی با همسرانشون به مشکل میخورن بحث میکنن، بعد اینا تا صبح بیدار هستن ولی آقای صدا خوراپافشون هم میاد. آقای نونو به لحظه استاب میکنم میخوابم. اون خانم هست که داره تا صبح به اون موضوع فکر میکنه، بهش شاخه میده، بالو پر میده و در نتیجه نمیتونه به اون رفرش و ریست مغزی برسه و خیلی برای خودش آزار دهنده هست و درش تصمیم های اشتباهی هم بعد از اون خواهد گرفت. به نظر من کلید موفقیت مداومت تو
کاراست. اینکه گفتی چطوری خب چی کار کنیم. مداومت تو تمام فکر کنم قسمت برنامه بعدیمون اینو خواهم گفت. لایف استایل ما باید باشه. نه که من امروز اوکی میخوام برم کلاس مدیتیشن، خیلی خوشحال هستم، میرم میشینم تو کلاس. من بعضی کلاس ها رو دیدم خیلی متفاوته، خدا اینو چرا این ارواح و فلان. نه اصلا این نیست، اصلا این نیست. وقتی شما میان خونه بعد حالتون بده، شما باید بدونی با خودتون با بدنتون تمرکز بکنید. باید اینا همه باعث میشه خودتون رو بهتر بشناسید و باید سبک از زندگیتون باشه، تو غذا خوردنتون، تو مراقبت از بدنتون، تو رابطه هاتون که در جلسه آینده به اون میپردازیم. حالا میخوام چند تا بازی با هم انجام بدیم و که خیلی تکنیک‌های عملی خوبی هستن به نظر من برای حفظ تقویت اینکه حافظه‌مون رو حفظ کنیم و تقویتش بکنیم. بازی اولی که من هم این بازی رو با بچه‌ها همیشه انجام میدم، چون برام خیلی مهمه بچه‌ها نرسن به اون مرحله بگیم که آخ چرا این اتفاق افتاده، حالا بیام تصحیحش کنیم. و هم با افرادی که سنین بالا هستن و میخوایم حافظه‌شون رو حفظ بکنیم انجام میدم. هدف بازی در این هست که ما از یک چیزی که راحت هست شروع کنیم و عادت‌های خوب رو به وجود بیاریم. من همیشه گفتم به خصوص با بچه‌ها، از جایی که ما میخوایم شروع کنیم، از جایی که عذرخواهی می‌کنم بچه‌ها میخوان شروع کنیم، به جایی که ما میخوایم ختمش کنیم. این میشه آموزش خوب. خسته کننده هم نیست. برای خودمونم همچنینه. نیان یه دفعه یه رژیم سخت بگیرین که خودتون نتونستین باش یکی بشین. از جایی که خودتون میخوان شروع کنید، به جایی که اون منطقه میگه ختم کنید. اولین بازی اسمش بازی پنهان هست. جزئیات پنهان. میتونین یک عکس رو در نظر بگیرید. عکس یک منظره که ممکنه طبیعت باشه، یا یک عکس باشه که جزئیات زیادی توش داشته باشه، یا اصلا یک قسمت از خونه‌تون که خونه در دسترس هممون هست. اوکی؟ چند دقیقه به اون تصویر یا خونه نگاه کنید. تمام جزئیاتش رو سعی کنید به خاطرتون بسپارید. بعد چشماتون رو ببندید. سعی کنید جزئیات مهمش رو به یاد بیارید. مثلا چه اشیایی بودن؟ توی مغزتون بگین اشیا در کدام لوکیشن خونه بودن؟ روی میز چه چیزایی بود؟ یا مثلا رنگ اون وسیله که گذاشتم اونجا چه رنگی هست؟ یا ترتیبش چجوری بود؟ اول اینو گذاشتم یا اونو گذاشتم؟ بسیار بازی مفیدیه. باعث میشه مغزتون حفظ بشه، حتی توانش. و این کمک میکنه تمرکزتون رو افزایش بدید. شاید بازی ها خیلی کمک کننده هستن در تقویت یک عامل. فکر کنم مسعود جان الان انجام دادی نه؟ نتیجه خیلی خوبی خواهم گرفت عزیزان اگر انجام بدم. بازی بعدی که میتونم بگم بازی کلمه سازی است. شاید دورانی که بچه بودیم این بازی رو زیاد انجام دادیم. مثلا یک کلمه انتخاب میکنیم، یک کلمه تصادفی، و این یکی از علایق من در دوران کودکی خودم بوده. یک کلمه مثلا کتاب رو انتخاب میکردم، میگفتم حالا با کلمه کتاب که این حرفا توش هست من چه کلمات دیگه ای میتونم بسازم، چه 2 حرفی چه 3 حرفی. بعضی اوقات برای خودم قانون میذاشم آیا میتونم تکرار کنم حروفو یا نمیتونم تکرار کنم. مثلا کتاب میگفتم که اوکی تاب میتونم بسازم، باهاش میتونم کت بسازم. میگفتم اگه تکرار کنم بابک میتونم باهاش بسازم. حتی برای خودم تکرار میکردم. حالا ببینید شما وقتی که این کار رو میکنی میاد چی کار میکنی؟ به جزئیات مغزتون داره توجه میکنه که این حرف رو برداره، این حرف رو برداره، حالا بذاره کنار هم یک کلمه معنادار بسازه. داره ارتباط برقرار میکنه بین اطلاعات جدیدش. خب پس میتونه به حافظت کمک بکنه. برای
عزیزانی که مثلا مامان بزرگاتون پیشتون هستن یا کسانی که از مادر پدراشون نگهداری میکنن، میتونن این بازی ها رو باشون انجام بدن. خیلی کمک کننده هستش. بازی بعدی که میتونین انجام بدین بازی حدس و گمانه. مثلا فکر کنم این بازی رو شاید یا من معلم بودم تو مدرسه انجام میدادم یا عزیزانم شاید یادگار به یاد داشته باشن. مثلا میگفتیم که به اطراف نگاه کن. خب کلاس رو خوب نگاه کن. من تو کلاس با شاگردام انجام میدادم. موقع شاگردا خیلی زیاد بودن توی کلاس، اینطوری نبود که مثل الان کم باشه. مثلا میگفتیم که دو تا فقط چشماشو میبست، میگفتیم مثلا دو تا شاگرد از کلاس برن بیرون، بعد همه دوباره یک پراکندگی رو درست میکردیم. اون فرد که چشماشو باز میکرد میگفتیم بگو که کی از کلاس حذف شده و باید تشخیص میداد. تو خونه هم همین شکله. شما میتونید مثلا بازی کنید یک وسیله از خونه‌تون یا 2 وسیله 3 وسیله رو یه نفر برداره، همسرتون برداره یا شما بردارید و با هم بازی کنید که چی رو برداشتید. چرا من میخوام حافظه های شنیداریتون رو علاوه بر حافظه های دیداری، حافظه های حسی، تو همه حافظه ها رو میخوام تقویت کنیم؟ چون ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز رو میبینیم، همه چیز داریم سرچ میکنیم، اصلا از هیچ حافظه حسیمون کمک نمیگیریم. ما این حافظه با این حافظه تناسب میایم توی اینستاگرام یا گوگل یک مطلبی که سوالمونه سرچ میکنیم، با این متن شد، تموم شد، هیچ حافظه‌ای کار نکرد. فقط بینایی ما داره کار میکنه، نه حافظه. پس حافظه هست که خیلی برای ما مهمه، چون زندگی روزمره ما که همش حس بینایی نیست. بازی بعدی که خیلی قشنگ هست، اگرم سخته، بازی شمارش ذهنیه. حالا بعدم که یک تکنیک میگم برای بیخوابی که تکنیک بسیار مهمی هست که انجام بدیم، جالبه. یه تکنیک هست اینطوری که مثلا میگم یه عدد انتخاب کنی. مثلا معصومه جان یه عدد انتخاب کن، یه عددی که حداقل 2 رقمی بالا باشه که بتونی معکوسش رو هی برگردی. فرض میکنی بگم بله 28. مثلا فرض کن 28 رو انتخاب کردیم. خب ما اینطوری میکنیم، میگیم با هر دم یک عدد کم کن. مثلا میگیم 28. خب قبل از 28 چیه؟ 27. 27. باید زمانی که دم میگیری که میخوای 27 رو بگی، باید بدونی که داری به چی فکر میکنی، باید بدونی توجهت کجاست، باید بدونی چه احساسی داری، بعد بری به شماره بعدی. حتی باید بدونی اون عدد چی رو به خاطرت میاره. اینقدر این کار رو تکرار کنی تا به 0 برسی. این تکنیک بسیار موثره. چرا؟ چون باعث تمرکز عمیق بر لحظه حال میشه. شما 2 کار رو با هم انجام، هم داری عدد رو تقویت میکنی، درسته؟ توالی رو داری تو مغزت تقویت میکنی، هم داری ذهن رو درگیر میکنی برای توجه و تمرکز. 2 کار همزمان هست. و هم داری به بدنت، احساسهای بدنت توجه میکنی که یکی از کارهای مهم هست. خیلی از ماها اصلا نمیدونیم بدنمون آیا حالش خوبه. ما تا تب نکنیم همه عوارض گلودرد و سرماخوردگی یا اینقدر یک بیماری در ما اوج نگیره ما متوجهش نمیشیم، چون ما توجه به بدنمون خیلی پایینه. خب از چیزی که نوشتم برای بازی جابجایی روتین نمیشه، میتونید هر دفعه یه قسمت از خونتون رو انجام بدید. میتونید از تصاویر انتخاب بکنید. میتونید وقتی که روی میزتون مهمان دارین، آدم وقتی مهماناش میره روی میزش خیلی شلوغه، وقتی نگاه میاد تو آشپزخونه خیلی وحشتناک میشه، میتونید اون لحظه بازی رو انجام بدید. نه روتین نمیشه چون خیلی گسترده هستش، میتونید تغییرات رو ایجاد بکنید. بازی قصه سازی رو داریم که این بازی به تقویت حافظه کلامی و خلاقیت ما کمک میکنه. این بازی من هیچ وقت به بچه‌هام نمیگفتم انشا بنویسید.
یعنی بگم که علم بهتر است یا ثروت، خب برین انشاشو بنویسین، فردا بیان برین اینجا بخونید. خب من چی بهش یاد دادم؟ ما باید یاد بدهیم و در اثر چیزی که یاد میدهیم چیزی بخوایم. برای همین به بچه‌ها زمانی که انشا داشتیم مثلا میگفتم یه موضوع انتخاب کنیم، فرضاً پاییز. اوکی؟ میگفتم هر کس بگه که پاییز چی رو به یادش میاره. یکی میگفت برگ زرد درختان، بریگ استورم کار میکردیم اصطلاحشو، برگ زرد درختان. یکی میگفت خش یادم میاد، یکی میگفت پارک فلانجا یادم میومد، یکی میگفت ریزش برگ‌ها. همه اینا رو پای تخته مینوشتیم. اوکی؟ حالا چی کار میکردیم؟ میگفتیم هر کس یک جمله با هر کلمه بنویسه. میتونه حتی دوتاش در یک کلمه باشه. جمله ها نوشته میشد. خب بچه ها، حالا دوست دارین ترتیبش چی باشه؟ مثلا میگفتن دوست دارم بگم که پاییز سومین فصل سال هست. خب اوکی، اینو میتونیم اول بنویسیم. رو شماره گذاری میکردیم رو جملاتمون. حالا مینوشیم. میگفتم اوکی حالا انشاتون رو بنویسیم. نمیخواستیم مچ بگیریم از بچه‌هامون که کی بلده کی بلد نیست. ما بهش خلق یاد دادیم. ببینید وقتی که داستانو میسازه داره هی تداعی میکنه برای خودش، باعث میشه مغز اطلاعات جدید رو توی یک قالب روایت ذخیره بکنه، پس در نتیجه تو حافظه بهتر. حتی یکی از عزیزان اگه خواستن تکست وکسلر بزرگسال رو بدن کسی براشون بگیره، یکی از تست های وکسلر همینه در بزرگسالان، اینکه یک پاراگراف رو براشون میخونیم و ازشون میخوایم که اون پاراگراف رو به ما بگن. ببینیم چقدر. یا میایم اعداد رو میگیم، مثلا میگیم که اوکی 3 تا عدد میگم، 3 تاشو پشت سرم به من بگو، حالا 4 تا بگو تا 7 تا، حالا 7 تا رو پشت سرم به من بگو. ببین داریم میخوام ببینیم چقدر حافظه‌شون تقویت شده هست. پس ما میتونیم کارا رو برای خودمون تمرین بکنیم. تکنیک حفظ صداها یکی از تکنیک های مهمی هست. ما حافظه دیداریمون رو خیلی خوب تقویت میکنیم. بعضی وقت از حافظه شنیداریمون فراموش میکنیم که مربوط میشه به توانایی که ما در دریافت، پردازش اطلاعات و ذخیره اطلاعات شنیداریمون داریم. ما میگیم حافظه‌مون حسیه دیگه، یعنی به اونایی که به واسه حواس پنجگانمون پیدا میکنیم. انواع حافظه شنیداری دقیقا همینطور کوتاه مدت و بلند مدت داره. حافظه کوتاه مدت شنیداری یعنی توانایی نگه داشتن اطلاعاتی که از حافظه شنیداری میاد برای مدت کوتاه. مثلا این شماره تلفن رو حفظ کنین سریع. من این شماره رو گفتم، شنیدید بارها بچه این شماره رو یادتون باشه، این کد رو یادتون باشه. یا یک کد به شما میده، مجبوری به حافظت بسپارید چون میخواید پیج بعدی وارد بکنید. پس این مربوط میشه که من اطلاعات شنیداری رو بر چند ثانیه نگه دارم. حافظه کوتاه مدت شنیداری. حالا اگر پردازش همزمان اطلاعات شنیداری صورت بگیره وارد حافظه کاری من میشه. مثل چی؟ من به یک جمله گوش میدم، جوابشو میدم. میگم که امروز روز چطور بود معصومه جان؟ شما میگی روز خوبی داشتم. پاسخشو به من دادی. هم تونستی جمله منو گوش بکنی، هم تونستی تحلیلش بکنی که تونستی به من جواب بدی. حالا اگر اطلاعات شنیداری برای مدت طولانی ذخیره بشن، وارد حافظه شنیداری بلند مدت میشن. ممکنه ما یک آهنگی رو مثلا از 20 سال پیش حفظیم و اونو بیانش میکنیم، یا زبانهای جدیدی که بیان میکنیم از حافظه شنیداری ما خیلی وقتا کمک میگیریم. مثلا یکی از اسکیلز هایی که در زبان انگلیسی وجود داره تقویت حافظه شنیداری، لیسنینگ شماست. پس اهمیت حافظه شنیداری در یادگیری زبان، درک گفتار نقش مهمی داره. برای موسیقی دانان به خصوص باید گوششون آشنا باشه، گوششون بتونه تحلیل کنه. برای گویندگان خیلی حیاتی هستش و در تمرکز و توجه ما هم، چون میتونه یک در کنار دیداری و بقیه حسابیات خیلی کمک کننده هستش. خب
تکنیکی که میتونید انجام بدین برای حافظه شنیداری و حتی برای بچه‌ها چه بزرگسال، میتونید صداها رو بذارید. مثلا صدای پرنده ها رو بذارید. میخوام از طریق ذهن آگاهی بگم که چطور میتونید حافظه شنیداریتون رو اکتیو بکنید. صدای پرنده ها رو بذارید، بعد به صداها گوش بدید. خب بگین که اوکی این صدا آیا بالا پایین شد؟ چند تا صدا بود؟ آیا صدای یک گنجش بود؟ صدای چند تا گنجشک رو من تونستم بشنوم؟ آیا گنجشک ها فاصله شون جابجا شد، دور و نزدیک شدن یا نه؟ این کار رو میتونید با صدای آب انجام بدین، با صدای باد انجام بدین، با صدای بقیه حیوانات هم میتونید انجام بدین. و اینکه میتونید سعی کنید یک کاری بکنید که چند تا صدا رو پشت سر هم بشنوید و بعد تحلیلش کنید. یا دو تا صدا رو همزمان بشنوید. مثلا صدای جنگل ها بسیار زیبا هست، شما هم صدای رودخانه رو میشنوید، هم صدای پرنده ها. خیلی وقتا صدای باد رو هم میشنوید. خب میتونید اینا رو تفکیک بکنید از هم. پس بسیار کمک کننده است عزیزانی که توی درک زبان مشکل دارن، حتی بچه‌هاشون مشکل دارن توی یادگیری، میتونن از تقویت حافظه شنیداری استفاده بکنن. و این تکنیک ها تماما ذهن آگاهانه است. چون وقتی که شما صدا رو میشنوید، یک تمرکز بر لحظه حال دارین، شما صدا رو قضاوت نمی‌کنید. این صدا چقدر قشنگ، نه مثلا اینقدر این صدای ماشین رو بدم میاد. شما صدا رو قضاوت نمی‌کنید، فقط میشنوید و با دقت به صداهای محیط که گوش میدید، حس شنیداریتون داره تقویت میشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم تو لیسنینگ‌های زبان این که ما اون شنیداریمون تقویت نشده، ما خیلی وقتا خوب نمیشنویم، یعنی حافظه شنیداری تقویت نشده. مثلا اینجا من ساعتمو نگاه کردم، فکر کنم زمانمونم تمام شده. برای همین اگر سوالی هست میتونیم جواب بدیم که بقیه‌اش رو که برای زندگی روزمره‌مون هست دفعه بعد بگیم ازشون. سوال اتفاقا زیاد بود، خدا شکر و یه خورده از لایو گذشت کامنت های من اومد. واو. آره جالب بود که کامنت های من برگشت. پس الان میتونم میخورده از سوالا رو بگم. اولین سوالی که بود این بود که اون بازه زمانی حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو چجوری تعریف میکنی؟ مثلا چیز تعریف خاصی داره یا نه؟ ببین ما تعریف خاصش اینه که اگر بخوام به صورت علمی بگم، اینکه مطلب رو میبینیم، وقتی نمیبینیمش دیگه از بین میره مطلب، چون پردازشش نکرد. ما حس میکنیم معمولا تا شاید یک روز شاید بمونه. برای همین ما به بچه‌هامون وقتی که بهشون درس میدیم میگیم شب بریم مطالعه کنیم. اونی که تو حافظه کوتاه مدتش تا شب از بین میره، فردا بتونه با تکرار به حافظه بلند مدتش بسپاره. چون به حافظه حسی اون لحظه‌ای که من بهش درس دادم. وقتی میره تو خونه تا 24 ساعت یه سری چیزا یادشه. مامان خانمم امروز در مورد این با هم صحبت کرد، مامان اینو داشتیم، با اینکه یه سری چیزا ممکنه اگر توجه نکرده باشه از بین بره، ولی اگر 2 روز دیگه ازش بپرسیم مثلا یادش رفت اگر تکرار نکنه. تمرینایی که میکنم میتونه اونو بهش کمک کنه که بذاره به حافظه بسپاره. پس این چیزایی که جدید میاد بین اونا فاصله نندازه که اون دیگه فراموش بشه. ببین یکی از توجه و تمرکز به چیزی که یاد میگیریم خیلی مهم هست. ما وقتی به یک چیزی حس بدیم، به یک چیزی بال و پر به قول معروف بدیم، یعنی برای خودمون تشریحش کنیم. گفتیم لغت رو در قالب جمله یاد بگیریم. خب بهش اومدیم یک کد دیگه ای دادیم که اگر فقط مثلا بچه جدول ضرب رو فراموش میکنه، یعنی 5 6 تا رو یادش میره بگه 30 تا، یک چیز دیگه که کد دیگه غیر از بازآوری فقط عددی بهش میدیم. این اشکالی بود که در دوران مدرسه ما وجود داشت. بچه‌ها فقط حفظ میکردن. برای همین حفظ بچه‌ها عدد رو حفظن، اصلا تحلیلش رو حفظ نیستن. و چیز خیلی بدی برای همین بود بخاطر جابجا میپرسیدن دیگه. ما همینجوری پشت سر هم میخوندیم، همونجوری میرفت تو ذهنمون، بعد که جابجا میپرسیدن نگاهشون میکرد. مشکلی که به وجود اومد میدونید چیه؟
بدون اینکه ما چیزی رو یاد بگیریم، تحلیلش کنیم، فقط بیانش میکردیم. بسیار از افکار نشخوار فکری ما که عادت داریم چیزی رو نشخوار بکنیم، به خاطر همین چیزهایی که ما حفظ کردیم بازآوری کردیم بدون اینکه توش دست ببریم. مغز کابلش رو ساخت، این کابل رو ساخت. ببین یه چیزی رو بگو بازآوری کن. شما در نشخوار فکری چیکار میکنید؟ در نشخوار فکری که بهش حل اضافه نمیکنید. فکر کنم خیلی مهمه که الان میگم همین الان که شما داشتین میگفتین، چه این برای کودکان چه برای بزرگ افرادی که مسن هستن، این بازی‌ها در اینا ما خیلی اینا رو حذف کردیم. ما پدر مادرها دیگه حوصله ندارن، پدر بزرگ مادر بزرگ زیاد حوصله ندارن، بچه‌ها بازی کامپیوتری. ولی همین بازی‌های کوچیک و کوتاه یا هم جذابیت داره، هم رابطه رو بهتر میکنه، هم چقدر به هر دوشون کمک میکنه که این کابلا رو بسازن، خیلی قوی ترش کنن، خیلی در لحظه زندگی کنن. شاید قبلا اینجوری نبود. مثلا من پدر بزرگم برام داستان تعریف میکرد و داستانای تخیلی، مثلا هیچ کجای دیگه نداشتم داستان رو پدر بزرگم من فقط تعریف میکرد. بعد مثلا میومدم به مثلا بچه‌ها دیگه گفتم که مثلا با بزرگ من داستان اینجوری میگفت نه کجا آورده با بزرگ تو، چرا با بزرگم مثلا با بزرگم میساخت برای خودش و دقیقاً در مورد روز ما بود، مثلا چیزایی بود که ما باش انجام میدادیم یا ما دوست داشتیم که انجام بدیم. و چقدر اینا میتونست اون موقع فعالیت ذهنی ما رو، مثلا تو مدرسه هر وقت بارون میومد معلم ورزش ما نمیتونستیم بریم تو خیال، همین بازی یکی اون میرفت بیرون، بعد یک جابجا میکرد، اون بعد میومد میگفت چی جابجا شده. خیلی اینا ترسه. ولی الان فکر میکنم هر کدوم از اینا شاید خیلی واجبه برگرده به زندگی ما، چون که همین الان ما داریم فقط نگاه میکنیم و رد میشیم و بیشتر اینا رو داریم چیزایی که همینجور عبور میکنه. شاید خیلیش هم درست نیست، مثل اخبار، مثل خیلی چیزا، ولی بیشتر ما روی اینا تمرکز داریم و انتظار در آینده که چی میخواد بشه. خیلی ما در عذرخواهی میکنم، ما بیشتر الان فقط از حافظه حسیمون استفاده میکنیم. یعنی من به یک مسئله برخورد میکنم، از حافظه حسی مثلا دیداری استفاده میکنم، در گوگل سرچش میکنم. این همه مطلب در اینستاگرام هر روز میبینیم، این همه مطلب میکنیم، کدومش شب به یاد داریم؟ تو فقط از حافظه حسی، حتی اجازه ندادیم وارد حافظه کوتاه مدت بشه. پس من دارم به مغزم میگم فقط حافظه حسی رو تقویت کن. ما باید نگران این روز باشیم که ما دیگه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت این کار نخواهد کرد. چون همه چیز سرچه، همه چیز حسه. شما سوال برخورد میکنید، حس میکنید، جوابشو با حافظه حسی دیداریت پیدا میکنید، یا یک چیزی رو گوش میدی پیدا میکنید. هیچ مطلبی الان گنجینه ما دیگه تو ذهنمون نداریم. قبلا یه تلفن رو باید حفظ میکردیم. بله. الان موبایلمون از دستمون بره یا پکاپ نداشته باشه تمامش از بین میره. و این چیز خوبی نیست. یعنی مهنوش جان، چرا گاهی وقایع به صورت ناقص در ذهن ما ثبت میشن یا بازیاب میشن؟ مثلا همون امتحان که گفتید، یادمه گاهی حتی میدونیم جواب کجای کتاب بود اما متنش یادمون نمیاد. اگه عامل‌های فراموشی رو برگردیم مرور بکنیم، یکی از اونها هم توجه و تمرکز بود، هم حواس پرتی. ببینید وقتی که ما توجه و تمرکزمون تو اون لحظه کامل نباشه، چیزی که مغز داره تثبیت میکنه ناخالصی با خودش داره. مطلب رو کامل کدگذاری نمیکنه، کد خوبی بهش نمیده تو حافظمون. چون عامل ها رو گفتیم، هم اون ورودیه مهمه، همون تثبیت مهمه، همون بازآوری مهمه. باید ببینی کجای کار ایراد داره. آیا من خوب حواسم جمعه، توجهم اینقدر کامل هست که مطلب رو تثبیت کنم، مطلب کامل با کد خوب، یا علاوه بر کد درسم که دارم میخونم، اینستاگرام موبایلم هم دارم تثبیت میکنم توی موبایلم. کردین به اون قسم، ببینید خودتون با خودتون تکنیک ها رو انجام بدین. برای چی میگیم به بدن خودتون توجه کنین و تمرکز کنین؟ اشکالای کار خودتون رو پیدا میکنین، اما تغییرش بسیار کار سختیه. یعنی من عزیزان میدونم اگر 2 روز این کار رو انجام بدین خسته میشین، اما یا باید تغییر کنین یا ادامه ندین. یک عزیز دیگری هم نوشتن که نگرانن که الان دارن انگار همه چی رو فراموش میکنن و دیدین اینم هست که انگار ما اولین چیزی که میگیم خب ما پیر شدیم دیگه عادیه، انگار که مثلا
آلزایمر برای ما از قبل چیز شدیمش، پذیرفتیمش، کار من به یه سنی برسم دیگه همه چی یادم میره، فراموش میکنم. ولی همین که الان شما هم گفتین خیلی از اینا میتونه به تعویق بیفته وقتی من یاد بگیرم چطوری با تمرکز، چطوری با کدگذاری و بعدش بازیابی که بتونم اینا رو داشته باشم. و از اون که چرا این اتفاق، چه بازده زمانی، چه مواقعی من چیزا یادم میره، فکر میکنم اینا کمک کنه به اینکه ما واقعا داریم به طرف اینکه مغزمون خوب کار نمیکنه یا نه اون شنیدنمون، ثبت کردن و بازیابیمون مشکل داره، با تمرین درستش کنیم. گفتن که دکتر مهرجان آیا میزان برانگیختگی احساسات و هیجانات ما یا تمایل ما در هنگام تجربه‌های مختلف در میزان ثبت و بازیابی اطلاعات مربوط به اونها دخیله؟ یک چیزی که فکر کنم تو جلسات من و تصمیم گیری فکر میکنم مسئول جان با هم صحبت کردیم، این بود که وقتی من واکنش های احساسی به حد خیلی بالایی برسه دیگه اجازه نمیدم اطلاعات به صورت کامل به قشر میانی برسه. یادتونه؟ پس من جلوی پردازش اطلاعات و تحلیلش رو میگیرم. من مطالب رو تو همون سطح احساسات نگه میدارم. پس در نتیجه چون به قسمت تحلیل نمیره، خب احساسات با من حرف میزنه، منم احساسات پاسخ میدم دیگه، ریاکشن میشم. اتفاقی که توی زوجین میفته، زوجین هیچ کدوم به قسمت تحلیل نمیرن. برای همین میخوایم اون حتی 10 ثانیه مکس 10 ثانیه مکس به شما این را خواهد گفت که یه جای کار ایراد داره تو بیان احساساتتون، استاپ کنید. برای کارهامون هم این شکلیه. ببینید حواستون کجاست، ناراحتیتون کجاست، حستون رو کجا دارین بیشتر نشون میدین که اجازه نمیده روی مطلب اصلی زندگیتون تمرکز بکنید در حال حاضر. گفته بودن که من در زمان رانندگی اصلا مسیر رو حفظ نمیشم چون از ویز استفاده میکنم و خیلی برای تصویر مسیر و مکان رو به ذهنم نمیسپارم و 20 دفعه هم برم از این راهنما استفاده. یعنی این خیلی دیگه همه ما این مشکل رو داریم، انگار که داریم از تکنولوژی استفاده میکنیم و یه جوری هم هست که انگار ما به اونا بیشتر اعتمادی داریم تا به ذهن خودمون. نه بله. کردن بیشتر اعتماد داریم تا اون چیزی که خودم بتونم یادگیری کنم، تجربه کنم، حتی اشتباه کنم. مثلا من خودم نمیخوام اصلا اشتباه کنم، میرم سرچش میکنم، درستش رو پیدا میکنم، سریع همون رو انجامش میدم دیگه. اینا خیلی فکر کنم تاثیر داره. یه چیزی که رسانه هدفش بود این که من بهتر از تو میدانم، من کاملتر از تو هستم و اگر تو خطا کنی تایید نمیشی. رسانه ها اومدن با این ساختار مغز استفاده کردن. من زمانی که دانشجو بودم با اینکه رشته من خب اون اصلا ربطی نداشت که بخوام بیزینسی کار بکنم، به ما میگفتن یه تبلیغ بنویسید که وقتی که مشتری اینو میبینه اون جنس شما رو بخره یا محصول رو بخره یا قرارداد با شما ببنده. اینها رب‌های از مغز هستن که تو کدوم رب به مغز، اصلا نه از این ساختار مغز به مغز نگاه کنیم، من ساختارهای مختلف میتونیم بهش نگاه کنیم. از ساختار دیگر مغز کدوم رب‌های مغز رو با چه تکنیک‌هایی تحریک کنیم، چه بسازیم که فرد جنس ما رو بخره. رسانه کارش اینه. ببینید جی پی اس به شما اینو میگه من از تو کاملتر هستم، تو ممکنه مغزت اشتباه بکنه، ولی من همیشه با خودم میگم پدرم چجوری از یه کوچه وارد میشدن، مثلا میونبر میزدن، یه دفعه از یه کوچه دیگه میومدن بیرون، مگه اون موقع جی پی اس بود؟ چطور مسیر یک شهر به یک شهر ما با ماشین میرفتیم هیچ کس جی پی اس استفاده نمیکرد که ما رو وارد کرد. جی پی اس خیلی جالبه. ما چند سال پیش رفتیم یه مسافرتی و من با همسرم جدا شدیم، ایشون رفت ماشین برادرش و من اومدم توی ماشین برادر دیگه و بعد رسیدیم به یه جایی، هر جایی میرسیدیم جی پی اس میگفت از این مسیر بریم و وقتی ما میرسیدیم به یه رودخونه ته یه دونه خیابونی کوچه‌ای و میگفت از اینجا دیگه با قایق بریم. توی هلند بود. بعد خیلی جالب بود. بعد فهمیدیم که این چیزه داره آپدیت نشده بود و هر جا میرفتیم دوباره ما رو میبرد توی اتوبان، دوباره برام میگردون همونجا. از ما شک کردیم و ما باور نمی‌کنیم چند ساعت ما توی همین جاده میرفتیم میومدیم تا آخر سرشون این دیگه خاموشش کنیم، منتظر بشیم بیان دنبال ما و خیلی وقتا این اتفاق میفته. دقیقاً
ما اگه باور کنیم اینا اما بهترن. الان هوش مصنوعی داره همینو میشه دیگه، این اتفاق میفته. خیلی وقتمون گذشته ولی یه سوالی میپرسم بعد دیگه بریم لایومون رو تمام کنیم. هفته بعدم ما این بحث رو ادامه میدیم. مثلا اگر در هنگام گفتن جملات مثبت احساس درونی ما با اون همخونی نداشته باشه و ناراحت باشیم، عمیقا در اون لحظه مغز چی کار میکنه؟ گفتین که مثلا به خودمون بگیم، ولی من عمیقا مثلا به خودم میگم تو مثلا زیبایی مثلا، ولی عمیقا زیبا بودن خودم رو قبول ندارم. انگار این دوتا در تضاد. اوکی. ببین، این سوالی که همیشه در مورد جملات مثبت به وجود اومده. متاسفانه روانشناسی ظرف این کامیابی هایی که گفته یکم به سمت و سوی بدی رفته که من در تلاشم که بتونم در مقابلش در آینده بیستم که کسی که تخصص نداره وارد میته نشه. وقتی که ما الان از جملات مثبت استفاده کردیم، من نمیام به مراجع افسردم مثلا بگم ببین تو باید روزی 20 تا جمله مثبت بنویسی. جمله‌ای بنویس که الان حالم عالیه. خب حالش عالی نیست دیگه، درسته؟ ببین من کی این حرفو زدم؟ من زمانی اینجا این حرفو زدم که داشتم میگفتم مغز همزمان نمیتونه به 2 تا چیز فکر کنه. یک قسمت اینه، یک قسمت اینه. داریم حافظه رو از نظر جایسازی اطلاعات، تثبیت و یادآوری بازگو میکنیم. من از شما عزیزان خواهش دارم الان نرین به هر عزیزتون بگین که 20 تا بیا جمله مثبت بنویس. چیزی که صحبت که معصومه جان ما دیروز داشتیم، درسته؟ اینطوری نباشه که یک قسمت جملات رو بگیرید و وارد زندگی روزمره‌تون بکنید. ما داریم در مورد شخصی صحبت میکنیم که داره 3 مرحله ذهن آگاهی رو گذرونده، داره تکنیک ها رو خودش پیاده میکنه، رسیده به مرحله تمرکز بر حال، رسیده به مرحله اکسپتینگ، چیزی که اولین سوالی که من از معصومه جان پرسیدم. حالا میگیم تو که اکسپتینگ یاد گرفتی بیا این جملات رو بنویس. نه که کسی که خودش هنوز اکسپتینگ رو یاد نگرفته حالا میتونه اون جملات رو بنویسه. ولی اینطوری نباشه. آره اینطوری نباشه. میگم به فرد افسرد پاشو جمله مثبت بگو همیشه حال اینا همبودی زیرساز دارن. یک قسمت رو نگاه نکنید عزیزان. نه خیلی خیلی به موقع بودین، چون ما خیلی وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم اونو به تمام قسمت ها و به تمام همه جوانب دیگه هم تعمیمش میدیم، انگار این برای همه هست. ولی خیلی جالب بود که گفتین، برای خود منم جالب بود که ما نمیتونیم همزمان فکر کنیم به 2 تا چیز، ولی اینو به ما چیز که نه خانم‌ها به چند تا کار انجام میدن، چند تا همزمان میتونن اینا رو انجام بدن، ولی انگار که خانم‌ها یاد گرفتن خیلی سریع سویچ کنن. هم سویچ کردن و خانم‌ها یاد گرفتن. هم نمیخوام قضاوت کنم در مورد خانم‌ها، خب خودم خانم هستم، ولی باید بی پرده بگیم بهترین جراحان آقایون، بهترین آشپزها آقایون، چون بهترین چون تمرکز و توجهشون توی کار هست. ما خانم ها درسته داریم از خودمون زیاد کار میکشیم، ولی افسردگیمون داره بیشتر میشه، نشخوار فکریمون داره بیشتر میشه و بازه های فکریمون رو داریم به هم فشرده میکنیم که ممکنه در طولانی مدت اثر خوبی نذاره. دقیقاً. و الان همین بار اضافه داریم جای من آقایون هم کار میکنیم که بدون اونام زیاد ارزشی ندارن و دقیقاً شدیم هم این یعنی پامون این وری پامون اون ور و واقعا تو دردیم. وقتی دیدم دو جا پاش توی 2 تا جبهه باشه خیلی بیشتر میتونه دردناک باشه. مرسی همه عزیزان، تشکر کردن، خیلی خوب بود، عالی بود عزیزان. فقط قرار نیست ما بیایم اینجا یاد بگیریم بریم برگردیم مرور کنیم ببینیم کجا ما واقعا آگاهانه داریم در امروز زندگی میکنیم، کجا داریم این لحظه های عالی رو داریم از دست میدیم و داریم نگاه خودمون رو از دست میدیم، داریم همه چی رو در عین حال که فکر میکنیم داریم ولی ازش لذت نمیبریم. مرسی دکتر مهرود جان، خیلی عالی بود. من تا چیزی که داریم وقتمون هم گذشته، ولی میدونم که
شما برنامه خیلی آینده هم داریم البته، ولی در هفته آینده هم این موضوع خیلی در مورد لایف استایل که چطوری واقعا یه زندگی درست و سالمی داشته باشیم که تمام این موارد رو توش داشته باشیم. مرسی برای امروز، واقعا خیلی تلاش کردی که امروز با ما باشیم، من واقعا قدردانی میکنم که هستی و ممنونم که برای سلامت روح و روان و هر انسانی برای ارزشمنده و حاضره که براش بها بده. خدا برای وجودت شکر میکنم. مرسی عزیزم، من خوشحال هستم که بتونم اون رسالتی که دارم و اون هدفی که هر انسانی بدون ارزشمند هست، بدون شبیه خدای آفریده شده که بی نهایت میتونه فعالیت کنه، میتونه خلق کنه، میتونه از خودش مراقبت کنه و میتونه حکمتی داشته باشه تا بهترین انتخاب‌هایی رو بکنه که هر لحظه به خداوند شباه‌تر بشه. این برای من خیلی مهمه که بتونم در این مسیر رسالتم رو انجام بدم. مرسی از همه عزیزانی که وارد لایو میشن، وقت میذارن و ممنون از شما معصومه جان که این برنامه‌ها رو تدارک میبینید. همتون رو دوست دارم. هفته دیگه منتظرتون هستم، منتظر خبرهای خوب که چقدر اینها میتونه تو زندگیتون تاثیر بذاره. بسیار مرسی و دست خداوند میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار. عزیزان با هم سرود شالوم رو بشنویم و لایو رو به پایان برسونیم. هرچند که امروز خود اینستاگرام رو اذیت کرد ولی اشکالی نداره. شالوم آدونای، شالوم دوستان، شالوم شالوم، صلحش بر تو باد، فیضش بر تو باد، شالوم شالوم. شالوم آدونای، شالوم دوستان، شالوم شالوم، صلحش بر تو باد، فیضش بر تو باد، فیضش بر تو باد، فیضش بر تو باد، شالوم شالوم. شالوم آدونای، شالوم دوستان، شالوم شالوم، صلحش بر تو باد، فیضش بر تو باد، شالوم شالوم. خداوند نزدیک شکست دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می‌دهد. آمین آمین. عزیزانی که تازه به ما ملحق میشین بهتون خوش آمد میگم، ولی دعوتتون میکنم از هفته آینده ساعت 8 شب به وقت ایران به ما ملحق بشین، چون ما بحثای مهمی رو چه روانشناسی، چه الهیاتی، چه نقطه احتیاجاتی که داریم رو بعضان میخوان که در مورد دانش داشته باشن، اطلاعات داشته باشن رو با متخصصین مطرح میکنیم، صحبت میکنیم، پرسش و پاسخ داریم. پس خوشحال میشم از هفته آینده از اول برنامه با ما باشید. عزیزان چیزی که مهمه میخوام خواهرانه باتون اشتراک بذارم اینه که واقعا خدا میخواد ما در روز و در لحظه زندگی کنیم، چون که خودش میگه نگرانی فردا به جای خودش، گذشتم که نمیتونی تغییر بدی ولی در حال زندگی کن. خیلی از ما فرزند داریم، خیلی از ما پدر و مادر داریم، خیلی از ماها عزیزان رو داریم که بعداً میتونیم دستشون بدیم، میتونیم خیلی بعداً باعث آزار ما باشه وقت نذاشتن باهاشون. پس الانی که اصلا ما همین تکنیک‌های خیلی ساده با بازی ها، با شنیدنشون، با توجه بهشون میتونیم وقتای خوبی رو برای خودمون بسازیم. پس روزها رو بسازیم، روزها رو زندگی کنیم و واقعا بتونیم شادی رو در این ارتباط ها، بازی و ذهن آگاهی بتونیم تجربه های خوبی با هم دیگه بسازیم. مرسی که با من بودید. خدا رو برای وجود همتون شکر میکنم و خوشحالم که تک تک شما عزیزان رو با عنوان خانواده خودم دارم. شما رو به دستای امن خدا میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.